اگر تو هم دوست داری که مثل افراد کاریزماتیک باشی، با اعتماد به نفس باشی و وقتی وارد یک جمعی میشی همه نگاه روی تو باشه و همه جذب تو بشن، این ویدیو براتونه. سلام خوشگلای من، به ویدیوی امروز خیلی خوش اومدین. همونطور که اول ویدیو گفتم امروز قراره راجع به کاریزما صحبت بکنیم. چجوری یک فرد کاریزماتیک باشیم. اول از همه اگه بخوام یک فرد کاریزماتیک رو براتون توصیف بکنم، آدم کاریزماتیک آدمیه که خیلی قدرتمنده. منظورم از قدرتمندی نیست که مثلا سنگو از اینجا برداره بذاره اونجا، نه. قدرت توی کنترل احساسات، قدرت توی ارتباط برقرار کردن با دیگران، قدرت توی گوش دادن به حرفای دیگران، قدرت توی درک دیگران. قدرت اینو دارن که از پس کاراشون بر بیان، میدونن که توی موقعیت‌های مختلف چه واکنشی باید نشون بدن، چی کار باید بکنن و همه افراد، یعنی همه ما ذاتاً به فردی که قدرتمنده جذب میشیم. یعنی به یه همچین فردی که یه همچین قدرتی داره، حالا توی کنترل احساساتش، توی ارتباط برقرار کردن با ما، توی احترام گذاشتن به ما جذبش میشیم دیگه، ازش خوشمون میاد. این نکته رو اضافه کنم که بچه‌ها اعتماد به نفس و کاریزماتیک یه ارتباط دو سویه با هم دیگه دارن. افرادی که کاریزماتیک نیستن، کاریزما ندارن، افرادی هستن که یه احساس ناامنی درون خودشون دارن. ببین این احساس ناامنیه که الان دارم بهت میگم دو نوعه. همه ما یه احساس ناامنی درون خودمون داریم، اما احساس ناامنی که به طور طبیعی درون ما هست با احساس ناامنی که خودمون به وجود میاریم فرق میکنه. احساس ناامنی که خودمون به وجود میاریم به این صورته که خودمون رو در همه شرایط با بقیه مقایسه میکنیم. احساس ناامنی که ما در خودمون به وجود میاریم اینجوریه که اعتماد به نفس ما رو پایین میاره و این احساس ناامنی جلوی کاریزماتیک بودن ما رو میگیره. اینجور افراد مدام خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن. اصلا اهمیت نداره کسی که دارن خودشون رو باش مقایسه میکنن از اونها پایین‌تر یا بالاتر، فقط خودشون رو مقایسه میکنن. خب همینم نمیذاره که فرد کاریزماتیکی به نظر بیان. افرادی که این حس ناامنی رو دارن سعی میکنن که با تخریب کردن و مسخره کردن بقیه اونا رو بکشن پایین تا یکم حس خوبی نسبت به خودشون پیدا بکنن. اونا سعی میکنن اعتماد به نفس رو تقلید بکنن، یعنی وانمود میکنن که اعتماد به نفس دارن در حالی که اصلا اعتماد به نفس ندارن. و جالبه بدونین که افرادی که کاریزماتیک نیستن، احساس ناامنی میکنن، دنبال اعتماد به نفس توی عوامل بیرونی هن که قبلا راجبش ویدیو درست کرده بودم و حرف زده بودم. به جای اینکه بیان دنبال اعتماد به نفس درون خودشون بگردن، دنبال اینن که بقیه ارزش اونا رو تعیین بکنن، بقیه ازشون تعریف بکنن، بقیه بگن وای تو چقدر خوشگلی، تو چقدر خوبی، تو چقدر قوی. نمیتونن این اعتماد به نفس رو درون خودشون پیدا بکنن. در حالی که افراد کاریزماتیک دقیقاً برعکسن. افراد کاریزماتیک اصلا براشون اهمیت نداره که تو چقدر بهشون اهمیت میدی، چقدر دوستشون داری یا چقدر بهشون احترام میذاری، اصلا اهمیت نمیدن. در حالی که اینجوری به نظر میرسه، یعنی وارد جمع میشه مثلا من میبینم وای خدا چقدر خوبه، چقدر اعتماد، مثلا دید بقیه نسبت به اونا خوبه، چقدر بهشون احترام میذارن و فکر میکنیم که آره افراد کاریزماتیک افرادی هستن که دنبال احترام بقیه هستن، در حالی که برعکس اونا اصلا براشون اهمیتی نداره که شما بهش احترام میذارین یا نمیذارین. فرد کاریزماتیک نمیاد تو رو تخریب بکنه، تو رو بکشه پایین تا خودش احساس اعتماد به نفس بکنه. فرد کاریزماتیک میاد به تو حس خوب میده، وقتی داری حرف میزنی به تو گوش میده، یعنی حالت صورتش، حالت حرف زدنش و اینا جوریه که من دارم به تو گوش میدم، حواسم به تو هست، متوجهم که داری چی میگی، تو رو درک میکنه. این قدرتی که گفتم و نشونه مغرور بودن خودش نمیبینه، خودش رو نمیگیره، به جاش با تو صمیمیت برقرار میکنه. و فردی که کاریزماتیکه بلده چجوری بین مغرور بودن و صمیمی بودن تعادل برقرار کنه. اینجور افراد، کسایی که واقعا اعتماد به نفس دارن، از حضور بقیه احساس ناامنی نمیکنن که وای نکنه فلانی از من بهتر باشه، چون الان اون از من بهتره، همه توجه رو اونه، پس من حس خیلی بدی دارم، چرا هیچکی به من توجه نمیکنه، چرا کسی با من حرف نمیزنه. نه،
به اون درک رسیدن که اون توی جایگاه خودشه و من توی جایگاه خودمم. نمیتونیم بیایم خودمون رو با اینا مقایسه بکنیم یا کسی رو با اون یکی مقایسه بکنیم. اگر میخوای کاریزماتیک باشی فروتن باش. منظورم این نیست که راحت خودتو در اختیار هر کسی قرار بدی یا نه. منظورم اینه که مغرور نباش، خودتو این نگیر. فکر نکن حالا که مثلا بهت احترام میذارن یا توجه روی تو تافته جدا بافته ای. تا الان یه توضیحاتی راجع به فرد کاریزماتیک بهتون دادم که پیش زمینه ای از این افراد توی ذهنتون داشته باشین. الان بریم ببینیم چی کار بکنیم که یک فرد کاریزماتیک باشیم. در واقع باید بهتون بگم که چی کار بکنیم و چی کار نکنیم، چون یه سری کارا هست که ما انجام میدیم و این جلوی کاریزماتیک بودن ما رو میگیره. برق لبمو تمدید کنم. الان بر اساس توضیحاتی که بهتون دادم ممکنه فکر کنین که میتونین کاریزما رو مثل اون اعتماد به نفس تقلید بکنین، در حالی که اصلا اینجوری نیست. کاریزما بچه کار نیست، کاریزما یک انرژیه. یعنی من وارد جمع میشم، همه نگاه ها رو منه، من دارم کار خاصی انجام نمیدم، دارم شنگولک بازی در نمیارم یارو من نگاه بکنه. من یه انرژی دارم که این انرژی باعث میشه که دیدگاه ها همه دیدار روی من باشه، احترام ها سمت همه، احترام، جلب توجه، همه چی سمت من باشه. این یک انرژیه و الان باید یاد بگیریم که چجوری این انرژی رو واقعا به وجود بیاریم. چیزی نیست که بتونی تقلیدش بکنی، کاریزما نداشته باشی ولی تقلید بکنی که یک فرد کاریزماتیکی. خب نمیشه اصلا. آدمای کاریزماتیک آدمای عجیب غریبی نیستن، کار خاصی انجام نمیدن. اونا فقط یک موضوعی رو خیلی خوب متوجه شدن، اینکه برای محبوب بودن، برای اینکه توجه ها، احترام ها روی اونا باشه، کافی خود واقعیشون باشن. لازم نیست تقلید بکنن چیزی رو، لازم نیست فیک باشن، مصنوعی باشن. اینو خوب فهمیدن که فیک بودن، مصنوعی بودن اونا رو از کاریزماتیک بودن دور میکنه. این افراد سعی میکنن هرچی هستن خودشون باشن، اما این نکته در نظر بگیریم که بهترین ورژن خودشون رو به بقیه نشون میدن. چیزی رو تقلید نمیکنن، فقط از همونی که هستن بهترین ورژنش رو میان به بقیه نشون میدن. منظورم از بهترین ورژن چیه؟ ببین، همه ما در درون خودمون یه حس ناکافی بودنی بعضی وقتا میاد، یه انرژی منفیه‌ای هست، یه اعتماد به نفس پایینی هست. همه اینو دارن و خب اینم شاید از نظر چیزیه که تو رو از کاریزماتیک بودن دور میکنه. اما خب فرد کاریزماتیک چی کار میکنه که بهترین نسخه خودش رو به بقیه نشون بده؟ میاد میگرده میبینه چه نقاط قوتی داره، روی همونا تمرکز میکنه، انقدر روشون کار میکنه که ما فقط اون نقاط قوتش رو میبینیم. یعنی وقتی میبینیمش همه ی حواسمون، تمرکزمون روی نقاط قوتشه، نه روی نقاط ضعفش. و اشتباه ما تا الان هم اینه که تمام توجهمون روی نقاط ضعفمونه. اینجوریم که بگردیم ببینیم چه مشکلی داریم، تمام فکرمون بره روش. وای من اعتماد به نفس ندارم، چیکار کنم؟ وای من چرا احساس میکنم کافی نیستم؟ وای من چرا خوشگل نیستم؟ قشنگ میریم روی این نقاط ضعفمون تمرکز میکنیم و وقتی هم که با کسی روبرو میشیم اون فردم این نقاط ضعف رو در ما میبینه. همونطور که گفتم افراد کاریزماتیک تلاش نمیکنن جذاب به نظر برسن. هی تمرکزشون روی این نیست که من باید جذاب باشم، همه نگاه باید رو من باشه، فلانی باید به من احترام بذاره، من باید مورد قبول اینا باشم. نه، اتفاقا اگه بخوای تمام تمرکزت رو روی اینا بذاری نتیجه برعکس میده. یعنی تو تمام تلاشتو میکنی، یه ادا اطوارای از خودت در میاری، یه حرفایی میزنی که این بیشتر تو رو تو دید بقیه یه فرد رومخ جلوه میده تا یه فرد کاریزماتیک. فرد کاریزماتیک اتفاقا به این چیزا هیچ اهمیتی نمیده. اصلا به این اهمیت نمیده که تو فکر میکنی اون جذابه یا نه. اصلا به این اهمیت نمیده که تو بهش احترام میذاری یا نه. اصلا به این اهمیت نمیده که مورد قبول تو هست یا نه. خود واقعیشو بروز میده، نقاط قوتش رو بروز میده و یک رفتاری داره، یک رفتار درست داره با تو که این رفتار درستی که با تو داره ناخودآگاه براش احترام میاره. ناخودآگاه همه جذبش میشن، همه دوستش دارن، همه دوست دارن باش حرف بزنن. فرض کن مثلا توی جمعی با یه نفر حرف میزنی، اون فرد
خیلی کامل به تو گوش میده و میدونی که حواسش به تو هست، درکت میکنه و حواسش به حرفی که داری میزنی هست. خب این به تو خیلی حس خوبی میده و از دید تو اون یک آدم دوست داشتنیه برای تو، یا یک فردی خیلی به تو احترام میذاره و همین کار باعث میشه که تو هم بهش احترام متقابل بذاری. اینه که اون فرد رو یک فرد کاریزماتیک میکنه. مورد بعدی که باید بهش توجه بکنی طرز لباس پوشیدنته. این درست نیست که بهت بگم این لباسو بپوش اون لباسو بپوش، ولی خب واقعیته که هر لباسی رو هر جایی، هر مکانی یا تو هر شرایطی نمیتونی بپوشی. یه سریا هستن که یک استایلی میزنن و چون اون استایل از نظرشون خوبه همه جا اونو پیاده میکنن. نه، تو مثلا توی محیط کارت نمیتونی لگ ورزشی بپوشی. خب اینا اشتباهه. فردی که کاریزماتیکه به این موضوع توجه میکنه، اینکه چه لباسی رو کجا بپوشه، چه لباسی مناسب کجاست. مورد بعدی زبان بدنه. بچه‌ها زبان بدن خیلی مهمه، خیلی مهمه و چیزی هم نیست که بتونم توی این ویدیو جاش بدم و راجبش صحبت بکنم، ولی راجبش ویدیوی جدا میسازم ویدیوی جدا براتون میذارم که بدونی. ولی یه نکته‌ای رو توی همین ویدیو بهتون بگم، توی زبان بدن حرکات اضافی نداشته باشین. حرکات اضافی منظورم چیه؟ وای من امروز رفتم بیرون انقدر خوش گذشت، وای اصلا نمیدونی چی شد، اگه بدونی فلانی چی گفت. ببین اینا همه حرکات اضافیه، اینا رو باید حذف بکنی. اینا تو رو از کاریزماتیک بودن دور میکنه. این جز اون کاریه که گفتم نباید انجام بدی ها. یه سری کارهای رو مخ هست که خیلیامون توی موقعیت‌های مختلف انجام میدیم که باید بگم انجام دادن اینا تو رو از کاریزماتیک بودن دور میکنه. این که بیای وسط حرف یه نفر بپری، یه دیدگاه خودمحوری داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی یه نفر با تو حرف میزنه، تو فقط حرفاتو برمیگردونی به خودت. دوست داری فقط راجع به خودت صحبت بکنی، هی صحبت میکنی فقط راجع به خودت حرف میزنی، فقط به خودت اهمیت میدی. مثلا دوستت برمیگرده به تو میگه که من امروز رفتم باشگاه، برنامه‌م اینجوری بود، این کارو کردم، خسته شدم. بعد تو مثلا به جای اینکه راجع به حرف اون مثلا ادامه حرفش صحبت کنی، بگی وای مگه برنامه چی بود فلان فلان، بگی حالا چیزی نیست که برنامه منو ندیدی، برنامه من اینجوریه و حرفو برمیگردونی سمت خودت، راجع به خودت صحبت میکنی. این خیلی رو مخه. ببین خیلی رو مخه. حالا اونو کاری ندارم با یه نفر حرف میزنی، فرض کن توی یک جمع باشه و تو فقط بخوای راجع به خودت صحبت بکنی، اون جمع حس بدی از تو میگیره، یه انرژی منفی از تو میگیره و دوست نداره دیگه با تو صحبت بکنه. جدا از این وسط حرف یه نفر بپری به دلایل مختلف. ببخشید حرفتو قطع میکنم و من ذهنم میپره، یه چیزی تو ذهنم بذار بگم، به درک که میپره. باید احترام بذاری، باید بذاری حرفشو تموم بکنه، بعد که حرفش تموم شد اون وقت بیای حرفتو بزنی. این رفتارهای رومخ تو رو از کاریزماتیک بودن دور میکنه. توی دیدگاه بقیه بازم دارم میگم دیدگاه بقیه راجع به ما مهم نیستا، ولی تو رو توی دیدگاه بقیه خراب میکنه. بقیه از تو حس بدی میگیرن، بقیه از تو بدشون میاد، فکر میکنن تو رومخی و دوست ندارن تو رو تو جمعشون داشته باشن. مثلا نیا بدون دونستن شرایط و مدارک کافی کسی رو قضاوت بکن. به عقاید یه نفر احترام بذار. لازم نیست توی همه چی اظهار نظر بکنی. اونقدرا که فکر میکنی نظر تو مهم نیست، پس لازم نیست راجع به همه مسائل اظهار نظر بکنی. فکر کنی الان چه تافته جدا بافته‌ای هستی و الان نظر تو خیلی مهمه. نه، این بیشتر تو رو یه آدم رومخ جلوه میده و بقیه از تو بدشون میاد. دورو نباش. ببین دورو نباش، دورو بودن یه خصلت بده توی آدما که الان من نمیتونم به تو بگم دورو نباشم. یه چیزیه که یه خصلت بد توی آدمای بده، دورو بودن. و اگه حس میکنی یه همچین خصلتی در تو هست، سعی کن واقعا از بین ببری، چون دورو بودن خیلی خیلی کار مزخرفیه. فرض کن توی جمعی هستی، یه فردی حضور داره توی اون جمع، کلی ازش خوب میگی، کلی باش میگی، میخندی، فردا توی همون جمع اون فرد نیست، شروع میکنی بدشو گفتن. اون جمع حس بدی نسبت به تو پیدا میکنه و به شدت از تو بدش میاد. فرد کاریزماتیک بی احترامی نمیکنه، غر نمیزنه بابت شرایط، چه میدونم ایراد نمیگیره، بهونه نمیاره. مثلا فرض کن یکی توی جمعی حاضر شده هی از اونجا ایراد میگیره، خب نمیومدی. این خیلی کار رو مخیه. واقعا من با یه همچین آدمی روبروشم خیلی ازش بدم میاد تا اینکه بخوام حس خوبی ازش بگیرم و فکر کنم کاریزماتیکه.
پس سعی کن تا میتونی به افراد احترام بذار و اصلا هم به این اهمیت نده که کسی به تو احترام میذاره یا کسی توجهش به تو هست یا نه. تو کار خودتو بکن، این خصلت‌ها رو توی خود به وجود بیار، راه خودتو برو. میبینی که این وسط چقدر احترام میاد سمتت، چقدر نگاه ها سمتت جذب میشه، چقدر بقیه حس خوب از تو میگیرن. ولی هدفت نباید اینا باشه. هدفت باید این باشه که من آدم خوبی باشم و از این کاری که انجام میدم حس کاریزما بودن و اون حس خوب و اعتماد به نفس رو بگیرم. اگه کسی باشی که فقط دنبال تایید بقیه‌ای، فقط دنبال احترامی، کسی هستی که اعتماد به نفس نداری و دنبال اینی که بقیه تو رو تایید بکنن تا اعتماد به نفس تو ببری بالا و این دقیقاً خلاف کاریزماتیک بودنه. خب قشنگای من، تا اینجا چیزایی که لازم داشتین رو بهتون گفتم. امیدوارم که بتونین از ویدیوی امروز نهایت استفاده رو ببرین. کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی با من. بای بای.